الرحمن الرحیم. دو دقیقه همه حرفاتو 2 دقیقه بزن. خب بریم نور تو بیشتر نمیتونی پخش کنیم باشه. شما سانسورش کن مثلا چه فایده داره شما بخواید بگی؟ نه خب از بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. من حبیب رحمانی از شهر زلزله زده رابر کرمان که همراه با زرن زلزله شد به عنوان یک شهروند قالیباف هستم. اگر سردار قالیباف میگی من سردار قالیبافم، بنده به اضافه 4 میلیون نفر در سراسر کشور که شغلشون قالیباف و خانوادهشون قالیبافن به همت و حمایت این 4 میلیون نفر تو صحنه اومدن و تا آخر می ایستم. اگر شورای نگهبان منو تایید بکنه اول کار میکنم دست اون وزرای دائم الوزیری که تو کابینه هستن اینا رو قطع میکنن. این وزرایی که 16 سال تو این 16 سال بودن نمیذارن این وزرا دیگه بیان چی دیگه تو کابینه بنده و شغل خود قالیبافه. قالیبافا بیمه نیستن. الان چندین دوره است که قالیبافا میگه ما رو بیمه کنید. بیمه 14% که جناب آقای ناطق نوری قرار خودشون اینو تصویب کردن، شورای نگهبان تایید کرد، اما قالیبافا بیمه نیستن. من 1000 تا نامه همراهم دادم که چرا قالیبافا بیمه نیستن. روزنامه‌نگارم هستی؟ من خبرنگار مطبوعات استان کرمانم. خیلی خوب. حالا با عنوان چجوری اومدید تا اینجا؟ اینا قرض الحسن پول کردید؟ 20000 تومان قرض الحسن گرفتم اومدم. بعد من به عنوان دولت کوپنی چه خودم چه هر کس باشه حمایتش میکنم. دولت کوپنی رو تشکیل الان کوپن ما همراه آوردم همه دوربینا نشون بدم به مردم. بیشترم ملت ایران، اکثر ملت ایران 70 میلیون ملت ایران طرفدار شبکه 23 هستن. همه کوچک بزرگ شبها با اخبار 23 میشینن. اگر این اخبار پخش بشه مردم قطعا به رادیوهای بیگانه رو نمیبرن. من الان که از بی‌عدالتی رنج میبرم به خود وزارت کشور که الان اینجا هست دارم میگم. ببینید وزارت کشور جواب منو بده. آقای موسوی لاری من میگم الان تو تهران یک پارک میسازن. پارک برای چیه؟ برای بازی بچه‌ها نیست. اومدن پارکی گرفتن تصرف کردن به عنوان فرمانداری. اینو جواب منو بده. 16 سال قبل این پارک گرفته شده، اونم تابلوش. بعد اومدن تابلو شد، نیروی انتظامی تابلو رو برداشته. ببینید همه مدرک تابلو رو برداشته. ببین با نیروی انتظامی من اینا رو دارم میگم چرا پارک های مردم رو گرفتن به عنوان فرمانداری. وزیر کشور الان بیا جواب منو بده. خیلی خوب. حالا سوال یه عدالت، دومیش امنیت، سومی آزادی. آزادی باید به همه مردم داده بشه در چارچوب قانون اساسی. من تنها آزادی نداری. من چرا؟ من میخوام بگم جورج بوش الان کجا جرأت میکنه یک سرهنگی بیاد ثبت نام کنه؟ من یک قالیباف اومدن اینجا ثبت نام کردن. بزرگترین نعمت آزادی اینه که یک قالیباف، یعنی من قالیبافی که نقش میگم قالیب میتونم الان بهتون نقشم بگم ولی خب نمیخوام اینجا قالیب بافم. فرق توی قالیباف با سردار قالیباف چیه؟ قالیباف اسم و رسمش قالیبافه. من شغل و تمام زندگیم قالیبافه. یعنی الان این قالیباف این مردمیه، تو ذات خون مردمه. سردار قالیباف اومد کرمان، ما خبرنگارا همه میدونن، روزنامه‌اش همراه. ببینید روزنامه بیداری که 80 سالی روزنامه بیداری هسته، از این آقا خواست آقا بیا مصاحبه کن. در بسته سردار قالیباف با هیچ، من تنها رقیب من سردار قالیبافه. تا تمام قدرت تا خون ریم هست با سردار قالیباف به مبارزه میستم. چرا؟ سردار قالیباف به خاطر اینکه خودش بهترین مقام داشت ول که اومد بشه کاندیدا ریاست جمهوری. من میخوام کاندیدا ریاست جمهوری بشم، هفته یه بار دست رهبر ببوسم. و سلام. برای مردم چیکار می‌کنی؟ هر چی مردم بخوان در چارچوب قانون بشه. چی می‌خوان؟ مردم آزادی بزرگترین نعمت. من آزادی داریم؟ نه آزادی که باش در چارچوب قانون. خب من آزادی نداری. ببینید آزادی که همینی که الان بیشتر آقای خاتمی میگه من فکر کنم بهتر باشه. خب اگر رئیس جمهور بشی آقای خاتمی رو تو کابینت راه میدی؟ خاتمی بالاتر از اینه که من بخوام شدم. من نه این یه حرف بیخودیه. من بخواد نه این نمیتونم. آقای کروبی چی؟ کروبی گفته راستی مردم نفر 50 تومن میدم، من 52 تومن میدم. این میخواد شعار بده. کروبی میگه من 50 تومن میدم، من 52 تومن میدم. اینجا مزایده رو انداخته دیگه. اون جمله که من قالیبافم کارم قالیبافی اون اسم رسمیش یه بار دیگه بگو. ببینید من شغلم اومدم به عنوان حبیب رحمانی قالیباف. بنده قالیباف هستم، سردار قالیبافم. من سردار قالیبافم. مردم قضاوت کنن قالیباف واقعی کیه. من قالیبافم، شغلم قالیبافه، تا آخر جلوش وامیستم. خب آقای لاریجانی چی؟ آقای لاریجانی بعید میدونم ایشون تو انتخابات بیا بالا. اگر باشه احمدی نژاد میاد بالا. خب خودت به کی رأی میدید؟ من دولت کوپنی هر کی باشه باش هستم. هر کی اون کسی که طرفدار کوپنه، دولت کوپنی. من الان 1000 کیلومتر راه اومدم. باور کنید 20000 تومان قرض الحسنی گرفتم اومدم.
و پای ای کاش الان میگم 27 سال از انقلاب میره، هیچ یک از رئیس جمهورات مناطق مثل راورما نی اومدن، رئیس مجلس نی اومده، وزرا نی اومدن. ای کاش رهبرمون که اومد کرمان سری به راور زده بود. شما ببینید الان بزرگترین فرش راور داره ما بافیم، ما قالی بافیم تا آخرش هم قالی بافیم جلو سردار ما. برای چی میخوای کاندید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برای رضای خدا امام فرمود کسی که خدمت میخواد بکنه میتونه خدمت بکنه، خدمتشو از مردمش دریغ کنه، اونم روا نیست. شما فقط طریق ریاست جمهوری میتونی خدمت کنی به مردم؟ شاید اینجا که میفرمایید یا جای دیگه. کجا؟ دیگه با خدای باری تعالی. نه سوال منو جواب ندادی. شما فقط طریق رئیس جمهور شدن میتونی به مردم خدمت کنی؟ الهی رضا به رضایی که تسلیما لامرک. لا معبود الا بفرق سیاق یا المستقیم سی. فکر می‌کنی این رئیس جمهور چه ویژگی داشته باشه؟ یک رئیس جمهور در مرحله اول توحید داشته باشه، بعدم عدل. اما بعد امامت هم هست. احسن. معاد روز قیامت. احسن. بعد فکر می‌کنید که مهمترین وظیفه یک رئیس جمهور در قبال مردمش چیه؟ اشرف القوم خادمه، سید القوم خادمه. یشکر الخالق و یشکر المخلوق و من یشکر الخالق. بله. عرض کنم که فکر میکنی که تایید صلاحیت بشی؟ توکلت علی الله. اگر تایید صلاحیت بشی فکر میکنی که ممکنه رقیبت کیه؟ بفرمایید یه بار. اگر تایید صلاحیت بشی ممکنه رقیبت کیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و قل رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا.